موعظه امروزه ما احترام و رعایت قانون‌های ملی نشانه ایمانداری و فرهنگی شهروندی. احترام و رعایت قانون چی معنی دارد؟ حالا فرض کردیم در حدود اویلا، حالا میگویند که اویلا یک حکومت خرد است و حکومت یک اویله بزرگ است. حالا در همین دایره خرد اویلا اگر پدر و مادر چند فرزند همیشه با مصلحت و با یک نظام و ترتیبات اگر زندگی داشته باشند، اون اویلا پر از خیر و برکتی پروردگاری می شود. حالا احترام پدر و مادر در جاش باشد و پدر و مادر بسا مهربان و مشفق و خیرخواه نسبت فرزندان باشند و همیشه فرزندان رو پند اندرز و نصیحت کنند. حالا پدر و مادر یک ترتیبات و نظامی داشته باشد که سحر بر وقت نماز بخیزند، همه یک جویا نماز چی در مسجد چی در خانه با جماعت بگذارند، زن و مرد، یعنی در خانه زن و مرد با جماعت بگذارند. من در بسیاری موعظه هایم سحرخیزی رو تاکید میکنم، میگویم به خاطری که صبح وقتی تقسیم رزق است. یک ساعت پیش از نماز بامداد یا که اگر همت و غیرت کنید 2 ساعت یکون نماز تهجد بخونید، هر دعایی که کنید دعای شما قبول می شود وقتی اجابت دعا هست. ولی از پیش ماه مبارک رمضان است. ماه مبارک رمضان یعنی ماه اجابت دعا هست. باید انسان غنیمت بداند. ولی صبح بر وقت همه یک جایه بخیزند، خرد و کلام با ذکر و با مشغولیت و مصروفیت ها خانه هم که باشند، همه در عبادت و در برکت است. اهل خانواده میبینید که حتی بعضی از دانشمندان اسلام شرط میگذارند که شما به وقت برکت سحر اگر باور ندارید 40 روز پیش از صبح صادق بخیزید تا غروب آفتاب. بعد غروب آفتاب بیدار باشید، یک تغییرات کلی در قلب و در زندگی و در رزق روزی و در اهل خانواده به وجود میآید. به چشم سر میبینید. میگویم تاکید میکنم واقعا همین است. من بارها گفته بودم که موافق شریعت اسلامی 4 نمود خواب است. 2 نمود خوابی مفید است و 2 نمود خوابی مضر است. فرزند تا نیم شب با تلفن است یا با تلویزیون است یا شبکه‌های اجتماعی است یا که تلی سریال ها مشغول می باشند. بعد سحر خیستن همه قبه هم شد مثل سگ دیزلا، نه گپا میفهمد، نه اندیشه را میفهمد، نه عقلش میگیرد، نه نصیحت قبول داره، هیچ چیز. چرا که او عصبی هست دیگر، او مغز یعنی در جوش هست، هیچ چیز قبول ندارد. برای همین اول شب خواب صبح بر وقت خیستن و وقتی طلوع آفتاب خواب نرفتن، وقتی غروب آفتاب خواب نرفتن، این هم برکت است، هم عزت است، هم سلامتی. حالا این اویلا وقتی که همدیگر رو میفهمند، همدیگر رو احترام میکنند، نسبت پدر و مادر احترام دارد و پدر و مادر نسبت فرزندان مشفق و مهربان و همیشه نصیحتگر و خیرخواه هست. ببینید اون اویله نمونوی و تمام خیر و برکت الهی در اون اویله هست. تمام خیر و برکت الهی در اون اویله هست. در هر خانه ای که یک دیگر فهمی و احترام و قدردانی باشد، در اون خانه خیر و برکت الهی هست. هر خانه ای که نزاع و نفاق و دیگر باشد، در اون خانه تمام خیر و برکت برداشته می شود از اون خانه، با وجود این که اگر دارنده و ثروتمند هم باشند. خدا نشان ندهد. این علت دارد. حالا میگوید که خانه ناآرام شد، ببین که چی گناه کرده ای که این خانه ناآرام شده است؟ چی گناه کرده ای که خانه ناآرام شده است؟ همه این گناه است که نحسی و بی‌برکتی و کثرتی و کثافتی و بدبختی ها بالای سر انسان میارد. حالا شاعر هم میگوید که خدا نریزد آب روی کسی، گناه است که ریزد آب چشمش بسی. گناه است این عمر انسان رو، رزق انسان رو، فرزند انسان رو، خانه این مسلمان رو بی‌برکت میکند. گناه بی‌برکت میکند. از همه بهترینش باید پدر و مادر در اویله نمونه باشند. تربیت فرزند آسان است، فقط اگر پدر و مادر عبرت نمونه باشند، همچنین پدر و مادر نمونوی باشند، این
فرزندان پیروی از همین پدر و مادر میکنن و تربیت فرزند آسان میشد برای انسانی که خود نمونه باشد. ولی این عائله یک چیز، یک حکومت خرد در حدود عائله، ولی این حکومت وسیع یک عائله بزرگ. این حکومت یک عائله بزرگ. وقتی که ملت و کشور و اون افراد اون دولت و اون کشور وقتی که متحد هستند، همه دست با هم میدهند، همه این نظام قانون یعنی چی؟ همون نظام و ترتیباتی که وجود دارد، نظام و ترتیباتی که وجود دارد رعایت کردن. ولی که وقتی که مسجد در اومدید صف باید باشد، این نظام است، همین قانون است، همین قانون است. یعنی صف رو چی کردن؟ بالای مردم خیز نگرفتن. آدابی همین چی است؟ مسجد است. یعنی آدابی مسجد و نظام این مسجد صف رو راست گرفتن، کسی آزار ندادن. یعنی قانون ها معنای یک نظام. وقتی که همه این نظام رو رعایت میکند، همه آسوده زندگی میکند، همه آرام زندگی میکند، همه خاطر جمع زندگی میکند، همه میداند که چی جزا دارد این قانون و چی، یعنی وقتی که رعایت میکند چی آسودگی دارد، رعایت نمیکند چی جزا دارد. همین است، نظام است، رعایت کند همه، یعنی همه کامیاب و موفق و سربلند و سعادتمند میشوند. و خصوصا در این عصر ما و شما برادران اهل اسلام، متحدی، دست با هم دادن، یکدیگر قدر کردن، یکدیگر فهمی، یکدیگر احترام کردن، یکی از عامل‌های اساسی خوشبختی اون ملت، اون دولت، اون سرزمین، اون کشور است. چرا که ندیدید گروه‌های بدخواه بعضی کشورها رفته چکارهایی نکرده ایستادن در دیگر کشورها. باید که شور باشیم، بیدار باشیم. هر کشوری که ناآرام شد کی ضرر دید؟ کی ضرر دید؟ همون ملت، همون سرزمین، همون کشور به خون و خاک کشیده شد. همه ضرر دیدن، خصوصا مردمی مثل ما و شما، مردمی عادی و ساده. فتنه‌گر هست و نقشش هم میکشد، لیکن شما مردمی عادی ناآرامی ده کی ضرر دید؟ ناآرامی هایی که شد کی ضرر دید؟ یعنی وقتی که ناآرام شد همه ضرر میبینند. برای همین قانون یعنی چی؟ ولایت قانون یعنی رعایت کردن به اون ترتیبات و نظام. پس راحتش رو همه میبیند، راحتش رو همه میبیند و ضررش رو همه میبیند. برای همین باید که حتمی ما تمام قانون‌های ملی رو رعایت کنیم و این از ایمانداری ما و شما هست.